محض چگونه بیماری‌ها را نیست می‌کند؟ متخصصان میگویند محض در حقیقت به آدم تأثیر معجزه‌ای بخشیده می‌تواند. فایده محض مخصوصاً به عضوهای حرکت کننده انسان نظررس است. استخواندراز، درد بخم‌ها و حتی جراحت‌ها را با محض طبابت کرده می‌شود. هر قدر عضوهای حرکت کننده سالم باشند، همان اندازه انسان خودش را خوب حس می‌کند. بعد محض گردش خون که بهتر شد، موشک‌ها نیز خوبتر غذا می‌گیرند. موشک‌ها که به قوت گشتند، قابلیت کاری انسان بلند می‌شود. بیماری‌های راه‌های نفس از قبیل برونخیت، دیق نفس، پنیومانیا، نقریس توسط محض شفا می‌یابند. هنگام طبابت عضوهای هاضمه، محض نتیجه مثبت می‌دهد. در طبابت بیماری‌های سیستم عصب از قبیل نورالژیا، درد سر، نوریت، رادیکولیت محض نقش حل کننده را می‌بازد. محض یگانه واسطه است که بعد جراحی‌های دشوار بیمار را به پا می‌خیزاند. نفری که یک بار محض گرفته است، چسان زنده شدن جسم خسته را بعد محض خیلی خوب می‌داند. اثبات گردیده است که در پوست انسان نقطه‌های تمام عضوهای درونه موجودند. از همین سبب وقتی که آدم محض میگیرد، بیماری‌های عضوهای درونه اش شفا می‌یابند. محض به سیستم عصبی انسان تأثیر خوب می‌رساند. بیهوده نیست که از نوازش و مهربانی‌های دستان شخص عزیز کس خود را آسوده و راحت احساس می‌نماید. اصول‌های مخصوص محض وجود دارند که بعد آن خستگی و عصبانیت گم شده، آدم خود را سبک احساس می‌نماید و چهرهش نور و تراوتی تازه پیدا می‌کند. طبیب از محض به اعتدال آورنده استفاده برد، بیمار بردم و به قوت می‌شود. هر قدر کاری عقلانی زیاد باشد، کس خود را همان اندازه خسته حس می‌کند، چون که موشک‌های بدنش ترنگ می‌شوند. محض قادر است این حالت را به زودی رفع نماید. محض 5 دقیقگی از استراحت 20 دقیقگی بهتر است. محض گردش خون را به اعتدال آورده، کاری موشک‌های دل را سبک می‌گرداند. زیر تأثیر محض رگچه‌ها وسیع می‌شوند. در نتیجه گردش خون خوبتر می‌گردد. اکثریت بیماران بر اثر خلالیابی گردش خون از خستگی، درد سر، ورم دست و پا و سیشوی رگ‌های ورید شکایت می‌کنند. حالت ناگواری چنین بیماران را توسط محض به زودی بهبودی بخشیدن ممکن است. محض به کی‌ها ضرر دارد؟ هنگام بلندشوی حرارت بدن و بیماری‌های انفکسیونی محض نمودن منع است، چون که گردش خون و مبادله ماده‌ها را زیاد می‌سازد و این باعث افزودن انفکسی‌ها می‌گردد. محض گردن هنگام بیماری‌های غدود سپرشکل ممکن نیست. با کسانی گرفتار بیماری‌های دل، فشار بلندی و زن‌های حامله‌دار نیز محض را توصیه نمی‌دهند.